وقتش زنگ زدم اما گوشیتون خاموش بود. به شایسته خانمم دسترسی نداشته. من خیلی نگرانتون شدم. بچه‌ها چطوره؟ ما بیمارستان بودیم. موتور تاب کرد. مامانم هم حالش بد شد. موتور رو مرخص کردن. منم تازه اومدم خونه. الان میخوام برگردم پیش مامان. به دور باشه ناراحت شد. شایسته خانم چی شد؟ منم نمیدونم. دکترها میگن وضعیتش بحرانیه. پس با هم بریم تو راحت بودن ببینیم چی کار باید